ما خیلی وقتا با غریبه‌ها مهربون‌تر و مؤدب‌تر از نزدیکترین آدم‌های زندگیمون رفتار می‌کنیم و این یکی از غم‌انگیزترین بی‌عدالتی‌های عاطفیه. یعنی با یک غریبه، با مشتری، با همکار و یا حتی آدمی که شاید دیگه هیچ وقت نبینیمش، حتی اگر خسته هم باشیم، مؤدب هستیم، لبخند میزنیم و تو انتخاب کلماتمون دقت می‌کنیم. اما وقتی که خونه میایم و در کنار همسر، پدر و مادر، فرزند، خواهر و برادر و یا حتی دوست صمیمیمون قرار میگیریم، تمام فشار و عصبانیت رو بیرون میریزیم. مثلا میگیم چقدر حرف میزنی، یا باز شروع کردی، یا من حوصله صحبت کردن ندارم. و نکته تلخ ماجرا اینجاست که ما معمولا بدترین لحنمون رو برای آدم‌هایی داریم که بیشترین امنیت و محبت رو نسبت به ما دارن. و یکی از دلایل اصلی این اتفاق چیزیه که میشه بهش امنیت رابطه‌ای گفت. یعنی ما با غریبه‌ها محتاط‌تریم چون رابطه‌مون با اونا شکننده است. اگر بد رفتار بکنیم ممکنه قضاوت بشیم، طرد بشیم و یا حتی تصویرمون خراب بشه. اما نسبت به نزدیکترین آدم‌های زندگیمون یه اطمینان خطرناک داریم. این آدم که منو میشناسه، درکم میکنه و تحمل میکنه. مثلا مادر که باز میبخشه، پدر که چیزی نمیگه، همسر که تحمل میکنه و صمیمی‌ترین دوستم درکت میکنه. و دقیقاً همینجاست که رابطه‌ها آسیب میبینه. نه به خاطر اینکه اون آدم‌ها بی‌ارزش هستن، بلکه چون ذهن تو حضور اونا رو زیادی قطعی فرض کرده. اما روانشناسی میگه نزدیک بودن یک نفر اونو مسئول تنظیم هیجانات تو نمیکنه. آدم نزدیک میتونه گوش بده، حمایت بکنه و درکت بکنه، اما نمیتونه همیشه قربانی هیجانات تنظیم نشده تو باشه. درسته که میگن تو رابطه امن باید بتونی خودت باشی، اما نه اینکه هر وقت خواستی نسخه زخمی، خسته و عصبانی خودتو بدون فیلتر روی کسی بندازی که دوستت داره. و خوبه که بعضی وقتا از خودمون بپرسیم که من واقعا از دست این آدم ناراحت و عصبانی ام یا فقط یک پناهگاه امن پیدا کردم که فشارهای فروخورده خودم رو روش خالی بکنم.